سلام علیکم دوستان عزیز. خب این درس 12 کورس PHP ما است. ما اسناد PHP را مختصیم و این درس ما سویچ کیس را میگذاریم. سویچ کیس یعنی پویست دادن در صفحه و مثل همین کار میکنم. اکنون خیلی که شما از درس‌های پیشین میدونین ما یک صفحه ایندکس داریم و در اوپن سرور کار کردیم. من ایندکس و این بالا کدهای HTML پرستوی و در میانه من این خیلی کدهای PHP یعنی دل خود کد PHP را مینویسونیم. اکنون سویچ کیس هم نویسیم. سویچ کیس یعنی کلچه‌های سلو میگن، یعنی یک نام داره برای خودش پیش از نویسوندن ما مینویسونیم. سویچ که نویسوندیم ما قوس‌های دایره شکل مینویسونیم. در قوس‌های دایره شکل باشد یعنی پاییز که ما نویسونیم. بیاین یک مثال میاریم یا اینکه اول خب نمیدونم چه کنیم. خیلی بیاین مثال میاریم. خب مثال میاریم. مثلا تغییر بنده امیر. بیاین امیر میتیم یعنی 18 ساله. بگذار امیر ما 18 ساله باشه و در میانه این مینویسونیم امیر که نویسوندیم ما پویسک میتیم گفتیم، یعنی که ما جستجو میکنیم که امیر یعنی مقایسه میکنیم با امیر. چخیلی که ما در ایف گذشته بودیم یعنی مقایسه میکردیم برابری میموندیم در امین هم یعنی که همین خیلی میکنیم. مثلا نگاه کنیم بچه کیس مینویسونیم. خب کیس مینویسونیم. در کیس ما شرط میمونیم، یعنی بیاین مثلا میمونیم 18 یا اینکه بیاین 99 میمونیم، یعنی امیر ما بعدن باشد یعنی دو تا نقطگی که موندیم از پایان ما شرط میمونیم. لوبو شرطش ما میتونیم مونید فرق نداره. مثلا من مینویسونم که امیر 99 ساله است. بعدا از پایان چی می‌نویسونیم؟ از پایان ما محکم میکنیم، یعنی خیلی که شما میدونید ما در PHP یعنی دیل خود کد یعنی آخرش من خیلی نقطه ویرگل میمونیم محکم میکنیم. در قاعده سویچ کیس نویسوندن ما در این حالت ما بریک مینویسونیم. بریک نویسونیم من خیلی یعنی که محکمش میکنیم. چی کدی که میخواهیم در میانی من این کیس و بریک یعنی که نویسن میگیریم. اکنون باز دوی اسلوبی همون میمونیم. مثلا این اسلوبی موندن شما وابسته است اینه که چند قری که میتونین موندن گیرین. من 3 تا اسلوبی میمونم. اکنون در اینجا چی میگیم؟ در اینجا میگیم که امیر ما 30 یا اینکه بیاین 18 ساله است. در اینجا مینویسونیم 18 ساله. در اینجاش باشد تقریبا بیاین 23 ساله میکنیم. اینجا میگیم 23 ساله. اکنون اسلوبی‌های ما حاضر باید کار کنه. چخیل کار میکنه؟ یعنی که میآید امیر میگیره، امیر جای امیر ده یعنی 18 را میگذاره و میسنجه، یعنی امیر 99 ساله باشه اگر این شرط کار میکنه و اینجا محکم میشه دیگرش کار نمیکنه. و اگر امیر 18 باشه یعنی که این قسمی کد بگیم کار میکنه و پایانش کار نمیکنه، اولش هم کار نمیکنه. اکنون یک بار میبینیم چخیل کار میکنه. من امیر 18 ساله است یعنی که 18 اولا. خب خیلی گم نه اینجا سال میکنیم بین توریش میکنیم 18 ساله. خیلی نقطش وقت صرف نمیکنیم. خب یعنی که در اینجا 18 که کار میکنم یا مقصد همین اسلوبی ما کار میکنه. اکنون یعنی بیاین امیر 118 ساله میکنیم. پس 118 ساله کردیم یعنی که یکم اسلوب کار نمیکنه، یعنی که اون اومده پرورک میکنه 118 را با 99 با 18 با 33 یکم تشکیل توری نمیره، یعنی که آخر دمیام مثل که در ایف ایلس یعنی ما ایلس مینویسونیم یعنی یکم اسلوب کار نمیکرد بعد ایلس دمیومد همین یعنی که همین خیلی چیز داره، یعنی این دیفالت داره
دفاول با فکرم دفاولت میشه. خب دفاول داره اینه که دفاول هم آخرش دمی نمیسونیم که یعنی ایچو یعنی که یکم تاش یا اینکه فالس می‌نویسیم. یکم مساوی که ما کار نکرد یعنی که فالس میگه. یعنی میکوه از اینجا رقمی بگیم 18 را یا 118 را که همین یوف هست یاس هست یعنی که میوه که از یکم تاش که یکم کیس که یوف نشد بعد میوه آخرین دفاع یعنی که آخرون عملیات یعنی انجام میده. در اینجا با میشه که دیگر چیزا مونیم. مثلا نگاه کنین ما میمونیم که SRC مثال میمونیم در این حالت باشه SRC موره اینه که میکوه SRC را نمیوه یا فکر نمیکنه برای میگه فالس میگه. نگاه کنین انا که ما اگر در SRC را در یکم جاش نویسیم مثلا همین جای 18 که SRC را که نویسوندیم یعنی همین خطه که یوف میکنه در این حالت باشه اینه که من این قسمی کدی من این نهجه کار میکنه که امیر 18 ساله گفته کار میکنه. یعنی این پویسک میده در اینجا اون چیزی را که ما مینویسیم باید در این کیسو یعنی که یک تشتا پیداش کنه پیداش کرد کد انجام میده برای قطعی یعنی که ذکرید میکنه محکم میکنه و اگر پیداش نکرد значит میوه یعنی که دفالت یعنی که پست دفالت کدام کدی که دادگه اون کد میخونه. خب یعنی باز برای اپراتوری سویچ کیس باز شرط های دیگرش هم هست و ایناش هم ما در پرکتیس که ما کورس میگذاریم شما اونا انتظارشن در اون نشون میتیم و اون چیزی که اسنونوی در این سویچ کیس بود یعنی که شما در بعض جواب میخرین شما علاقه با این چیز یعنی که نکام یعنی که میشناسین که همین خیلی سویچ کیس هست و همین خیلی کار میکنم. خب این ویدیو گمان میکنم 7 minut رفت بسیار من گپ زنیم با خودم معقول نشید اما شما را نمیدونم فهمیدین یا نفهمیدین نفهمیده باشین در تگ ویدیو کامنتاری کنید که در سایت در اومده نویسین من حتما باز خوبتر میفهمونم تو. خب تو درسای دیگر در پناه خدا خیر.